به نام خدا. با سلام. امروز میخوایم با هم تمرین صفحه 51 ریاضی ششم رو حل بکنیم. سوال اول گفته که جمع و تفریق های زیر رو روی محور نشون بدید. اینجا میخوایم عدد 2·14 رو با 1·7 جمع بکنیم. اولین کاری که انجام میدیم باید هر واحد رو به 10 قسمت تقسیم کنیم. چرا میگم به 10 قسمت؟ چون ما اینجا دهم داریم. 2·14. اگر بخوام به صورت کسری بنویسمش میشه 24 دهم. پس هر واحد رو به 10 قسمت تقسیم میکنیم. حالا 2·14 رو روی محور مشخص میکنم. این دو مقدار صحیح و 14. 1 2 3 و 4. این قسمت میشه 2·14. حالا از 0 تا 2·14 میتونم یک کمان رسم کنم. پس از 0 تا 2·14 یک کمان رسم میکنیم. بعد از اون میخوام اون رو با 1·7 جمع بکنم. بچه ها 1·7 رو وقتی میخواید نشون بدید نیایید مجدد از 0 بگید خب این 1 حالا با 7. نه، شما باید از انتهای کمان اول 1·7 رو رسم کنید. 1·7 همون 17 یعنی شما از این واحدهایی که اینجا کشیدید 17 تا رو بشمارید. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 و 17. این شد 1·7. پس از اینجا تا اینجا شد 1·7. ما میخوایم این دوتا رو با هم جمع کنیم. چون داریم جمع میکنیم کمان دوم باید از انتهای کمان اول به سمت راست حرکت بکنه. خب الان این کمان روی چه عدد قرار گرفته؟ روی عدد 4·1. پس روی عدد 4·1 قرار گرفته. اینجا میخوایم 3·7 رو منهای 1·9 کنیم. خب این که عدد 3 هست. 3·7 میشه 1 2 3 4 5 6 7. میشه این قسمت. پس من یک کمان رسم میکنم از 0 تا 3·7 یعنی این قسمت. حالا منها داریم. منهای 1·9 یعنی از این قسمت که هستیم به اندازه 19 دهم یعنی 19 تا از این واحدهای کوچیک باید به سمت چپ حرکت بکنیم. خب شروع میکنیم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. پس 1·9 اینجاست. پس برمیگردم عقب به این صورت. روی چه عددی قرار گرفتم؟ روی عدد 1·8. پس جواب میشه 1·8. سوال دوم گفته جمع و تفریقی رو که هر شکل نشون میده بنویسید. بچه اینجا واحد ما دقت کنید اینه. خب اینجا چند تا از این واحد ها داریم؟ 1 2 2·3 هر کدوم از اینها 10 تا هن. پس برای اولی میشه چند؟ 2·3. بچه اینا رو 23 نخونید. اینجا واحدمون 10 تاییه. یه دونه 2 تا واحد کامل داریم
و 3 دهم. به صورت عدد مخلوط هم اگر بخوام بنویسمش میشه 2 و 3 دهم. اینجا چطور؟ اینجا 3 و 3 دهم دارم، پس می نویسم 3 و 3 دهم. میخوایم اینها رو با هم جمع کنیم. عددهای صحیح باید با هم جمع بشن، یعنی این بسته ها، این واحد های کامل باید با هم جمع بشن. چند تا واحد کامل دارم؟ 5 تا. ممیزه مقدار اعشار چقدر دارم؟ اینجا 3 دهم دارم، اینجا هم 3 دهم دارم، با هم میشن 6 دهم. پس عدد شد 5 / 6 دهم. اینجا بچه ها واحد ما صدتاییه. دقت کنید اینجا چون اینها رو خط زده، پس چی داریم؟ منها داریم. کل رو حساب کنید. اینجا 2 تا واحد کامل داشتیم، پس میشه 2 ممیزه. اینجا 1 2 3 4. توی قسمت دهم ما 4 دهم داریم و قسمت صدم 1 2 3 4. 4 صدم داریم. دقت کنید که این واحدها رو چطور می نویسید. دهم، صدم، عدد صحیح. خب منهای چه مقدار داره ازش حذف میشه؟ یک واحد کامل حذف شده، پس میشه 1 ممیزه. از 10 تا یا از دهم 2 واحد کم شده، پس 2 دهم و از صدم 1 صدم کم شده، پس منهای 1 ممیز 21 صدم. مقداری که باقی مونده چقدره؟ یه واحد کامل، پس میشه 1 ممیزه. اینجا توی دهم 2 دهم باقی مونده و برای صدم 3 صدم باقی مونده، پس 1 ممیز 23 صدم باقی مانده داشته. سوال سوم گفته پاسخ کدام عبارت بزرگتر است؟ اینجا بچه ها داریم 10 رو در 1/1000 در 100 ضرب میکنیم. خب کار اولی که شما میتونید انجام بدید خیلی هم راحت تره، 10 و 100 رو در هم ضرب کنید. اینها رو وقتی ضرب میکنید حاصل میشه چند؟ مقدارش میشه 1000. 1000 رو میخواید در 1/1000 ضرب کنید. ما توی اینها یه نکته داشتیم، گفتیم وقتی یه عدد اعشاری رو دارید در 10 100 یا 1000 ضرب میکنید، علامت اعشار به تعداد صفرها به سمت راست حرکت میکنه. الان برای این عدد علامت اعشارش به اندازه 3 تا به سمت راست حرکت میکنه، پس علامت اعشار 1 2 3 میاد جلوی 1 قرار میگیره و دیگه نیازی به نوشتنش نیست. پس حاصل این شد 1. توی این قسمت اولویت بچه ها با عبارت داخل پرانتزه، یعنی اول شما باید این رو حساب کنید. گفتیم که وقتی یه عدد اعشاری در 10 100 یا 1000 ضرب میشه، اعشارش به اندازه تعداد صفرها به سمت راست حرکت میکنه، یعنی اعشار این به اندازه 2 تا به سمت راست حرکت میکنه. پس عددی که اینجا به دست میاد به این صورت نوشته میشه، یعنی میشه 1000. حالا 1000 رو داریم تقسیم بر 10 میکنیم. این باعث میشه که اعشار به اندازه یه رقم به سمت چپ حرکت کنه، یعنی اعشاری که اینجا هست یه رقم میاد سمت چپ و اینجا قرار میگیره. پس مقدار این برابر میشه با 100. بچه دقت کنید که صفری که جلوی اعشار قرار گرفته دیگه خونده نمیشه. حالا توی این قسمت بچه ها این 10,000 داره در 1 دهم در 1 صدم ضرب میشه. شما اگر 1 دهم رو در 1 صدم ضرب بکنید مقدارش برابر میشه با 1,000. میتونید به صورت کسری اینها رو بنویسید، در هم ضرب بکنید. 1 دهم ضرب 1 صدم صورت در صورت ضرب میشه، مخرج در مخرج. حالا این رو میخوایم در چه عددی ضرب کنیم؟ در عدد 10,000 میخوایم ضربش کنیم. گفتیم که وقتی که میخوایم در یک عدد اعشاری رو در 10 100 یا 1000 ضرب بکنیم،
اون علامت اعشار به تعداد صفرها به سمت راست حرکت میکنه. پس علامت اعشار در اینجا به اندازه 4 رقم به سمت راست حرکت میکنه و عدد ما تبدیل میشه به 10. حالا بین این عددهایی که اینجا هست کدوم عدد از همه بزرگتره؟ مقدار عبارت وسطی از همه بزرگتره چون شده 100. سوال 4 گفته که حاصل عبارت‌ها رو به صورت ذهنی به دست بیارید. خب اینجا 2 رو میخوایم ضرب 3 دهم کنیم. کافیه که 2 رو در 3 ضرب کنیم. 2 3 تا میشه 6 تا. این یه رقم اعشار داره، پس ما هم یه رقم اعشار برای این در نظر میگیریم. اینجا 4 3 تا میشه 12 تا. 12 رو مینویسیم. خب این یه رقم اعشار داره، اینم یه رقم اعشار، پس با هم میشن 2 رقم اعشار. از سمت راست 2 رقم میشماریم و اینجا علامت اعشار رو قرار میدیم. اینجا 6 2 تا میشه 12 تا. خب چند رقم اعشار داریم؟ 2 رقم. از سمت راست 2 رقم میشماریم و علامت اعشار رو قرار میدیم. اینجا 1/2 ضرب 2 میشه، یعنی 12 رو میخوایم در 2 ضرب کنیم. 12 رو اگر در 2 ضرب کنیم مقدارش میشه 24. این یه رقم اعشار داره، اینم یه رقم اعشار داره، پس مقدارش میشه 24 صدم. اینجا میخوایم 25 رو در 4 ضرب کنیم. 25 رو اگر در 4 ضرب کنیم مقدارش برابر میشه با 100. حالا میگیم 25 صدم 2 رقم اعشار داره، پس اینجا 2 رقم اعشار قرار میدیم، مقدار میشه 1. اینجا 75 صدم رو میخوایم در 2 ضرب کنیم. اگر 75 رو در 2 ضرب کنیم مقدارش میشه 150. خب حالا این 150 میگیم که 75 صدم چند تا رقم اعشار داره؟ 2 رقم. از سمت راست 2 رقم اعشار رو جدا میکنیم، مقدارش میشه 1/5 یا 1/50 صدم. 2/25 صدم رو میخوایم در 4 ضرب کنیم. مثل اینه که بیایم 225 رو در 4 ضرب کنیم، مقدارش برابر میشه با 900. اینجا 2 رقم اعشار داریم، پس 2 رقم اعشار رو قرار میدیم، به این صورت میشه 9. 1/75 صدم رو میخوایم در 4 ضرب کنیم. مثل اینه که بگیم 175 رو میخوایم در 4 ضرب کنیم، مقدارش برابر میشه با 700. حالا اینجا 2 رقم اعشار داریم، پس 2 رقم اعشار از سمت راست جدا میکنیم، مقدار برابر میشه با 7. اینجا میخوایم 8 رو تقسیم بر 2 کنیم. 8 تقسیم بر 2 میشه 4. حالا 2 رقم اعشار داریم، پس اینجا هم 2 رقم اعشار از سمت راست جدا میکنیم. این یه رقم، حالا یه رقم بعدی رو نداریم، خودمون یه صفر اضافه میکنیم، بعد علامت اعشار رو قرار میدیم. اینجا 1/6 رو تقسیم بر 2 میکنیم، یعنی 16 تقسیم بر 2 که میشه 8. باید چند رقم اعشار بزنیم؟ یه رقم. این یه رقم، پس باید علامت اعشار رو اینجا قرار بدیم، میشه 8 دهم. 8/1 دهم تقسیم بر 9، مثل اینه که 81 رو بر 9 تقسیم کنیم، میشه 9. حالا چند رقم اعشار داریم؟ یه رقم اعشار داریم، از سمت راست یه رقم اعشار رو جدا میکنیم، به این صورت میشه 9 دهم. اینجا 63 رو تقسیم بر 7 میکنیم، میشه 9. چند رقم اعشار داریم؟ یه رقم. از سمت راست یه رقم اعشار رو جدا میکنیم و اینجا اعشار رو قرار میدیم. سوال 5 گفته خارج قسمت و باقی مانده هر تقسیم رو بنویسید. اینجا میخوایم 2/7 رو بر 4 تقسیم کنیم. بچه‌ها این علامت اعشار رو به این صورت بیارید پایین. شما میتونید 2 رو بر 4 تقسیم کنید؟ نه، چون 2 از 4 کمتره. پس مجبوریم از این علامت اعشار رد کنیم، یعنی از 27 استفاده کنیم. چون داریم از اعشار رد میکنیم باید اینجا یه علامت اعشار قرار بدیم. خب چند رو در نظر بگیریم؟ مثلا 6 4 تا 24 تا. اگر 7 بگیریم میشه 28 که از 27 بیشتر. پس 6 4 تا 24 تا. اینها رو از هم کم میکنیم. 7 منهای 4 میشه 3. 2 منهای 2 هم که میشه 0. اینجا هم که علامت اعشار داریم. پس باقی مانده شد 3 دهم خارج قسمت 6 دهم. اینجا علامت اعشار رو میاریم پایین. خب بچه ها
اینجا 0 رو میتونیم بر 9 تقسیم کنیم؟ نه، مجبوریم بیایم از این سمت اعشار استفاده بکنیم. پس اینجا شما یک علامت اعشار رو قرار بدید. خب میتونیم 6 رو بر 9 تقسیم کنیم؟ نمیتونیم، چون 6 از 9 کمتره. پس اینجا یه 0 قرار میدم. مجبورم از 64 استفاده بکنم. خب 64 رو اگر بخوام بر 9 تقسیم کنم میتونم 7 بگیرم. 7 9 تا میشه 63 تا. حالا اینها رو از هم کم میکنم. 4 منهای 3 میشه 1، 6 منهای 6 هم میشه 0. علامت اعشار که اینجا قرار دادیم. پس خارج قسمت شد 700، باقی مانده شد 100. اینجا به همین صورت این کار رو انجام میدم. اینجا 7 رو نمیتونم بر 8 تقسیم کنم، چون 7 از 8 کمتره. پس مجبورم از اعشار رد کنم و در نتیجه اینجا یه علامت اعشار قرار میدم. خب چند بگیرم بچه ها برای 74 که بر 8 تقسیم بشه؟ مثلا 9 رو میگیرم. 8 9 تا میشه 72 تا. حالا از هم کم میکنم. 4 منهای 2 میشه 2. علامت اعشار رو قرار میدم. 7 منهای 7 هم که میشه 0. حالا اینجا 0 رو بر 5 نمیتونم تقسیم کنم. مجبورم از اعشار رد کنم. پس اینجا یه علامت اعشار قرار میدم. 0 رو بر 5 نمیتونم تقسیم کنم، پس اینجا 0 میذارم. میخوام 9 رو بر 5 تقسیم کنم. 1 میگیرم. بچه 1 5 تا میشه 5 تا. دقت کنید من این 5 رو کجا مینویسم؟ چون دارم صدم رو در 5 ضرب میکنم، مقداری که به دست میاد باید زیر صدم قرار بگیره. 1 5 تا میشه 5. اینجا هم که 0، اینجا هم که 0. این دوتا رو از هم کم میکنم. این میشه 4، این که 0، این هم 0. پس خارج قسمت شد 100، باقی مانده شد 400. توی این قسمت دقت بکنید بچه ها، 0 رو نمیتونم بر 5 تقسیم کنم، مجبورم از اعشار رد کنم. پس اینجا به این صورت عمل میکنم. اینجا 0 رو نمیتونم تقسیم کنم، پس 0 میذارم. مجدد 0 رو نمیتونم تقسیم کنم، پس 0 میذارم. و حالا اینجا 7 رو بخوام بر 5 تقسیم کنم 1 میگیرم. 1 5 تا 5 تا. بچه این توی مرتبه هزارمه، پس دقت کنید که این رو زیر هزارم قرار بدید، نه اینکه زیر دهم یا صدم. خب اینجا چه قرار بدم؟ اینجا 0، اینجا هم 0، اینجا هم 0. 7 منهای 5 هم که میشه 2 و اینها هم که میشن 0. پس باقی مانده شد 2000 و خارج قسمت شد 1000. اینجا هم به همین ترتیب 0 رو نمیتونم بر 7 تقسیم کنم، پس اینجا اعشار میزنم. این 0 رو نمیتونم بر 7 تقسیم کنم، مقدار اعشاری میزنم. 43 رو میخوام بر 7 تقسیم کنم. خب میتونم بگم 6 هفتا میشه 42 تا. به این صورت 42 رو مینویسم. حالا اینها رو از هم کم میکنم. 3 منهای 2 که میشه 1، 4 منهای 4 0، 0 منهای 0 هم که میشه 0، اینجا هم که 0. پس باقی مانده شد 1000، خارج قسمت شد 600. سوال 6 گفته که حسین کنار در اتاق ایستاده بود. او با 1 متر فلزی از بالای سر خود تا بالای در را اندازه گرفت. قد او 43 سانتی متر از ارتفاع در کوتاه‌تر است. اگر قد او 1.59 متر باشد، ارتفاع در چقدره؟ بچه ها حل کردن این سوال خیلی ساده است. اختلاف قد علی و بالای در 43 سانتی متره. خب وقتی که قدش 1.59 متر باشه، کافیه که با اون اختلافی که وجود داره جمعش بکنیم تا ارتفاع در به دست بیاد. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ما این دوتا عدد رو نمیتونیم به همین صورتی که هستن با هم جمع کنیم. چرا؟ چون واحدهای یکسانی ندارن. این 43 سانتی متره، این 1.59 متره. پس کاری که باید بکنیم این 43 سانتی متر رو تبدیل کنیم به متر. همونطوری که میدونید هر متر 100 سانتی متره. پس برای اینکه این سانتی متر یعنی واحد کوچیک رو
به واحد بزرگ تبدیل بکنیم کافیه که 43 رو بر 100 تقسیم کنیم. پس اگر من 43 رو تقسیم بر 100 بکنم میشه چند؟ 43 صدم. از کجا متوجه شدم میشه 43 صدم؟ بچه ها عددهای صحیح مثل این 43 که علامت اعشار ندارن، در واقع علامت اعشار توی این قسمت جلوی عدد قرار گرفته ولی اون رو نمی نویسم. شما این رو توی ذهنتون در نظر بگیرید که عددهای صحیح اعشارشون جلوی عدده. وقتی دارن تقسیم بر 100 میشن اون علامت اعشار به تعداد صفرها باید به سمت چپ حرکت کنه. پس این علامت اعشاری که الان جلوی 3 وجود داره و من اون رو فرضی در نظر گرفتم، حالا 2 واحد به سمت چپ حرکت میکنه. یعنی عدد تبدیل میشه به 43 صدم. حالا این 43 صدم تبدیل شد به متر. حالا میتونم این رو با این مقدار جمع کنم. پس میتونم بنویسم 1.59 صدم متر به اضافه چند میخواد بشه؟ به اضافه 43 صدم. دقت کنید توی نوشتن حتما دهم زیر دهم نوشته بشه، صدم زیر صدم و مقدار صحیح هم زیر هم نوشته بشه. 9 به اضافه 3 که برابر میشه با 12، 5 به اضافه 1 6 به اضافه 4 میشه 10. حتما علامت ممیز رو میزنم. 1 به اضافه 1 هم که میشه 2. پس اندازه در میشه 2 - 2 صدم متر. حتما به واحدها دقت بکنید. خب دانش آموزای عزیز به پایان سوالات این قسمت رسیدیم. اگر در مورد این ویدیو سوالی دارید میتونید توی بخش نظرات در سایت عینکی سوالتون رو مطرح بکنید. ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سوال شما جواب میدیم. منتظر حضور شما در سایت عینکی هستیم.